سلام میکنم به همگی. معذرت میخوام. ببخشید که باعث نگرانی شدم. ببخشید. خیلی ممنونم از همه دوستا، از همه کسایی که به گوشم میرسید. واقعا نگران من بودم. باید بگم که من علیرغم میل باطنیم قدیم یه کارنامه بدی به هر حال از نظر خیلی های کارنامه بدی داشتم که باید پاسخگو باشم و پاسخگو هم میشم و ایشالا که بتونیم مجوز رو بگیریم، بتونیم تو ایران کار کنیم. فقط اینو بدونید که من هر کاری که انجام میدم و هر کاری که هر فعالیتی که کردم فقط واسه خوشحال کردن شما و مردم ایران بوده و هیچ وقت هیچ برگشت دیگه ای واسه من نداشته. عاشقتونم و توکل به خدا. ایشالله که بتونم این قضیه رو حلش کنم و کارهای قبلیمو کارنامه قبلمو بتونم یه ذره سیاهیشو پاک کنم و بتونم مجوز بگیرم. من شرمنده همه مردم ایران، شرمنده همه هوادارا که نگرانش کردم، شرمنده کشورم، شرمنده همه. اینو بدونید که من فقط قصدم خدمت کردن بوده و همتونو از ته دلم دوست دارم. عاشقتونم. قلب.